درود بر شما بینندگان عزیز. شوکت محمد با شما هستم و برنامه خبری تحلیلی پیام نیوز را تقدیمتان میکنم. سرخط خبرهایی که امروز پیشکش شما میگردد. کمک زیاده از 6 میلیارد دلاری خارجیان برای پیشرفت تاجیکستان اثر چشم رسید نگذاشته است و همانا در حال بحرانی تاجیکستان باقی مانده است. در فرانسه آزادی بیان در تاجیکستان را بررسی کردند. صحبت ما با ظفر صوفی در این باره. پیمان ملی تاجیکستان در واکنش به تروریستی اعلان شدنش از جانب سعودی عالی تاکید نمود که حکومت تاب و توان ایستادگی در برابر هیچ انتقاد سیاسی و حقوقی را ندارد. در طول 25 سال اخیر با وجود 6 میلیارد دلار قرض و کمک‌های بی‌بازگشت اینستیتوت‌های اقتصادی جهانی و منطقه‌ای، شرایط اقتصادی تاجیکستان همچنان بحرانی و نگران کننده باقی مانده است. بانک جهانی، صندوق بین المللی پول، بانک رشد و بازسازی اروپا، بانک رشد آسیا و بانک رشد اسلامی از جمله اینستیتوت‌های اقتصادی هستند که در 25 سال اخیر برای بهبود شرایط اقتصادی تاجیکستان کمک‌های کرده اند. ولی با این حال هنوز زیاده از 1 حصه اهالی کشور در حالت فقر قرار دارد. کارشناسان میگویند وابستگی اقتصادی تاجیکستان به درآمد مهاجران کاری، قرار گرفتن در بنبست ارتباطی، افزایی نابسامانی امنیت افغانستان همسایه، نبودن اعتماد سرمایه‌گذاران خارجی به بازگشت منابع مالی خود و مدیریت نادرست دولتی از جمله عامل‌هایی است که مانع رشد و پیشرفت تاجیکستان می‌شود. گفته می‌شود 50% کمک‌های مالی خارجی برای نگهداری کرسی و منصب و فعالیت اداره‌های دولتی تاجیکستان صرف می‌شود و نظارت بر روند استفاده از این منبع‌ها به دلیل ساختار پیچیده مدیریت کشور عملاً غیر ممکن است. به باور کارشناسان به مرکزهای سلامتی تاجیکستان کمک‌های مالی بین المللی زیاده اختصاص داده می‌شود که همراه با آموزش کارمندان و نصب تجهیزات نو در مرکزهای درمانی است. ولی با اتمام منابع مالی خارجی تمام فعالیت‌ها قطع می‌شود و همه چیز به جای اولی خودش برمیگردد. این در حالی است که این مرکزها باید استفاده از این کمک‌ها به خودکفایی می‌رسیدند و توان خدمت رسانی و پرداخت معاش کارمندان خود را می‌یافتند. علاوه بر کمک‌های مالی خارجی، طول این 27 سال اخیر به سبب نبودن جای کار 70% اهالی قابل مهنت کشور از حساب کار در مهاجرت با گرفتاری به صد بلای و عذاب و عقوبت درآمد به دست می‌آورند. طبق آمارهای رسمی مهاجران کاری تاجیک تنها در دوام 7 سال اخیر از روسیه به کشور 21 میلیارد و 200 میلیون دلار مبلغ ارسال کردند که بیشتر از حجم بودجه سالیانه حکومت بوده است. انتظار می رود در سال جاری نیز مهاجران کاری از روسیه بیش از 2 میلیارد دلار مبلغ ارسال کنند. بر اساس این آمار با مبلغ 21 میلیارد و 200 میلیون دلار درآمد مهاجران تاجیک از روسیه طی 7 سال اخیر میشد که 5 نیروگاه برق آبی راهان در تاجیکستان را ساخت. ببینید، به مردم جای کار نیست. مردم خودش با هزارها سرسانی و سرگردانی در مهاجرت و مسافرت مبلغ به دست می‌آورد. علاوه بر این دایم دست گدایانه حکومت دراز به سوی خواجه‌های خارجیش است. مبلغ را چی کار میکنی؟ در جواب میشنویم برای آفریدن جای کار، رهایی از فقر، سالمگردانی و دموکراتی سازی جامعه استفاده میکنه. کنی جای کار، کنی دموکراتیه. برعکس دیکتاتوری و افتکراتی به اوج اعلا رسید. برای سالمگردانی جامعه چی کار حکومت کرده است؟ از همین 2.5 میلیون مهاجر پرسید. 2.5 میلیون مهاجری که امروز به تاجیکستان نانآور است. کدامش از وضع سلامتی شکایت ندارد. همه شهروند قابل مهنت کشور در مهاجرت
در خنک و سرما در تگی برف و باران و لای و گیل سلامتی خود را از دست داده است. این همه مبلغی که حکومت از خواجگان خارجیش میگیرد چی کار کرده است؟ کجا رفته است؟ کسی هست که جواب گوید؟ نیست. جواب نیست. این است که حکومت تاجیکستان را انستیتوت‌های اقتصادی بارها متهم به آن کردند که پیشنهادهای انستیتوت‌های اقتصادی بین المللی برای اصلاح و شفاف‌سازی عملکرد مالی اداره‌های دولتی را نمیپذیرد. در شهر باردوی فرانسه کنفرانسی بین المللی با عنوان آزادی بیان در تاجیکستان و گروه رسانه‌های آزادگان با ابتکار کلوب سیاستمداران فرانسه برگزار شد. در این نشست بیش از 100 نفر کارشناسان رشته سیاست و دانشجویان سیاستمداران آینده حضور داشتند. در نشست وضع آزادی بیان و شرایط امروزی رسانه‌های مستقل در تاجیکستان بیش از همه مورد بحث و بررسی قرار گرفت. ظفر صوفی شاعر، روزنامه‌نگار و مدیر کل رسانه‌های آزادگان که در این نشست سخنرانی کرد و به سوال‌های حاضرین درباره وضع سیاسی و حقوقی و آزادی بیان جواب گفت، عین حال در خط علاقه با ما قرار دارند. درود بر شما و می گفتید که این نشست به خاطر چه بود و در آن چه مسائلی بررسی شدند؟ ببینید، این کنفرانس که در موضوع آزادی بیان در تاجیکستان در مثال سرنوشت گروه رسانه‌های آزادگان دیشب 14 اکتبر در دانشگاه به نام مونتسکیوی شهر باردوی فرانسه با ابتکار کلوب یا انجمن سیاستمداران فرانسه برگزار شد. و این کنفرانس البته چند مدت است که دوستای ما از این عرض شود که کلوب سیاستمداران فرانسه خواهش داشتند که در رابطه با تاجیکستان و عموما با توجه به اینکه بنده بیشتر با رسانه سر کار داشتم و دارم، در رابطه با آزادی بیان برگزار شد در شهرهای مختلف. حالا چرا دانشگاه بنای مونتسکیو شهر باردو را انتخاب کردن؟ علت اینجاست که دانشگاه مونتسکیو باردو یکی از بزرگترین دانشگاه ها در اروپا است و فقط در بخش سیاست بیش از 3000 دانشجو دارد و یک مرکز خیلی قوی پژوهش سیاسی در اینجا فعالیت میکند و پژوهش‌های اینا در تصمیم گیری های سیاسی فرانسه خیلی اثرگذار است. اونجا یکی از دوستای ما ژیل برتراند پروفسور فعالیت میکند و اون متخصصی آسیای مرکزی است، از جمله در رابطه با تاجیکستان هم پژوهش‌ها داشت. کی خود در این کنفرانس برآمد و سخنرانی کردند؟ همونطور که عرض کردم در اینجا میشد گفت که بیشتر ما سخنرانی داشتیم و برتراند همچنین. اونجا مسئله اساسی در صحبتی که برگزار شد بیشتر در رابطه با تاجیکستان، از جمله مثلا که تاجیکستان چه کشوری است و معرفی تاجیکستان بود و از جمله بنده اونجا گفتم که تاجیکستان یک کشور خیلی زیباست و دیدنی های زیاد دارد و پیش از همه مردمی خیلی دوست داشتنی دارد که واقعا برای اروپایی ها میتواند جذابیت های خودش داشته باشد و متاسفانه یک رژیم خودکامه و دیکتاتوری چنان کرده که دیگه کشور در حالت میشد گفت که بسته است برای خیلی فعالیت ها و هر شود که حتی برای همون جهانگردی هم که برای کشور خیلی سود میتوند بیاره. این از این موضوع بود و صحبت اساسی با توجه به اینکه خود موضوع کنفرانس آزادی بیان در تاجیکستان است و حالا در فرانسه عرض شود که متخصصایی که پژوهنده هایی که آزادی بیان در تاجیکستان بررسی کرده باشند حداقل کمترن، یکی دو نفر بیشتر نیستن و همین خاطر هم بیشتر خواهششون این بود که سخنرانی ما انجام بدیم و نزدیکی 2 ساعت در این سخنرانی که من داشتم در رابطه با آزادی بیان در تاجیکستان و سرنوشت گروه رسانه‌های آزادگان
و همچنین اشاره های داشتیم به سرنوشت نشریه نگاه که واقعا نشریه دوست داشتنی بود و هست، و همچنین به خبرگزاری تاج نیوز که متاسفانه با بعضی کم لطفی هایی که یا مثلا بگیم دشمنی هایی که بعضی یا که در مجموع چند نفر از این حکومتدارای تاجیکستان نسبت آزادی بیان داشتن و این نگاه و تاج نیوز هم فعالیتشون قطع شد و از این هم صحبت شد. همچنین در رابطه با اصل آزادی در تاجیکستان من در سخنرانیم با مثالی سرنوشتی یک وزیر، یک خبرنگاری که حساب هم کسی ما که محمد علی حید باشد در بعدا همچون یک شخصیت سیاسی و یک وکیل بزرگمهریارف بعضی عرض شد که عمق فاجعه وجود نداشتن آزادی در تاجیکستان را برای اشتراکچیان این صحبت عرض کردم. می گفتید که سیاستمداران فرانسه از وضع سیاسی تاجیکستان تا چه حد آگاه بوده اند؟ آگاهی داشتن. خب وقتی در رابطه با تاجیکستان صحبت می شود در کشورهای اروپایی، از جمله مثلا در جلسه دیروزی که بود، در مثال جلسه دیروز اگر بگویم، من عرض کردم که تاجیکستان طبق سرقانون کشوری دموکراتی و حقوق بنیاد است و گفتم که در این کشور دموکراتی و حقوق بنیاد بیش از 27 سال است که یک نفر رئیس جمهور تمام طالار خندیدن. گفتم که این نفر گفت که این چی دموکراتی مسخره ای که یک نفر میتونه 27 سال رئیس جمهور. شما گفتم خب دوستان این هنوز آغاز کار به نظر میرسد، چون طبق قانونی که سال 2015 درباره پیشوای ملت تصویب کرده دیگر این مردک خوب میتونه برای تمام عمرش رئیس جمهور باشد. گفتم پس از دموکراتی خبری نیست. ببینید شما در صحیفه فیسبوکیتان ضمن خبر از این کنفرانس گفتید که از این گونه نشست‌ها در سایر نقاط اروپا برگزار خواهید کرد و وضع کشور را معرفی خواهید کرد. همچنین یک زیایی می گفتید که طرز شناسایی و معرفی تاجیکستان به خارجیان باید چگونه باشد؟ شخصا من به این نظرم که نباید داغ شرمندگی ها و ناعهده‌برایی های یک رژیم مستبد را در سیمای ملت خارجیان ببینند. چگونه می شود کشور را معرفی کرد که طبیعت زیبای و بهشت‌آسا و مردم فرهنگ دوست و عالی همت تاجیک ایمن از رسواگی های حکومت امروزه در عرصه بین المللی باشند؟ بله ببینید اصلا این برداشتی خود حکومت تاجیکستان و گروه های فیکی حکومت تاجیکستان است که وقتی از رژیم تاجیکستان گفته می شود گویا از تاجیکستان گفته شده. نه، در اروپا و مثلا برای آدمایی که واقعا میخواهند در کشور آزادی و آبادی باشد، برای اونا هیچ وقت تاجیکستان در سیمای رژیم نیست. یه رژیم دیکتاتوری سر قدرت است که یک کشور با این زیبایی، با این توانایی و یا مردم با این سابقه تاریخی درخشان، اونا آماده دارد از خودش میگه نه این چیز نادرست است و مردم میدونن که مثلا مردم تاجیک، یعنی منظورم در جهان مردم تاجیک یعنی مردم خیلی با استعداد و با یک سابقه تاریخی خیلی درخشان هستن و یک رژیم آماده سر قدرت و این جداست. اون که مثلا تلاش دارن که هرچی مثلا طوری مثال مخالفا یا اونایی که منتقدای رژیم امروزی تاجیکستان در بیرون اگر حرفی بگن، این گروه های فیکی حکومت آمدن تبلیغ میکنن که یا رسانه های حکومتی تبلیغ میکنن که اینا تاجیکستان سیاه میکنن. نه، اونا روشون سیاه میکنن، هیچ دخلی به سیاه کردن تاجیکستان ندارد. اینجا سخن در رابطه با یک رژیم دیکتاتوری است و در اروپا خوب میدونن که مثلا فلانی وقتی صحبت میکنه در رابطه با رژیم دیکتاتوری در تاجیکستان، این از مردم تاجیکستان نمیگوید. این بدنام کردن خدای نخواسته تاجیکستان نیست، سیاه کردن تاجیکستان نیست هیچ وقت. مگر امکان داره آدم بیاد از پدر و مادرش از خونش بد بگوید؟ نه، مگرم که مریض باشد. اکنون میگفتید که تقدیر گروه رسانه‌های آزادگان در آینده چه خواهد بود؟
خب گروه رسانه‌های آزادگان تا جای متاسفانه البته قربان فتنه رژیم امروزه شد و اما این معنی ندارد که مثلا آزادگان فرو پاشیده باشد. حالا اینو خواستن بشکنن و خدا را شکر که ما فرو نپاشتیم و فرو هم نخواهیم پاشید انشاءالله تا زمانی که زنده ایم. برنامه های ما برای آینده این است که فعال بکنیم خود آزادگان، حالا شاید برای مدت بیرون از وطن، اما امیدواریم که هرچی زودتر در کشور تغییراتی می شود، کشور آزاد می شود و مطمئنا آبادی کشور فقط در گرو آزادی. هر گونه این رژیم و این کاری که دارد میکند تنها مشکل و تنها سد پیش راه آبادی کشور خودکامه بودن رژیم است. هر موقعی که رژیم به سمت آزادی رفت یا تغییر کرد که امیدواریم که هرچه زودتر بشود، کشور آباد خواهد شد و ما هم در کشور در خدمت مردم عزیز ما خواهیم بود همونطوری که بودیم و تا اون موقع ما در اروپا تلاش داریم که هرچه زودتر آزادگان رو فعال بکنیم و فعالیت آزادگان انشاءالله در راستای خدمت به این مردم همونطور که بود رسالت خودش را انجام خواهد داد. تشکر با شما که طولی این چند دقیقه با ما بودید. همیشه موفق باشید. خواهش می‌کنم. سلامت خوشحال شدم. خدا حفظتون. اکنون چند خبر و رویدادهای دیگر را همکارم صفیه واحدова گزارش می‌دهد. паймони миллии тоҷикистон бо пахши баёние ба қарори додгоҳи олии тоҷикистон мабнӣ бар террористӣ эълон кардани ин иттиҳод вокуниш кард. паймони миллии тоҷикистон қарори додгоҳи олии кишварро ғайриконститутсионӣ номид ва эълон кард ин ниҳод ҳадди ақал 16 моддаи сарқонунро вайрон кардааст. дар баёние омадааст қарори суди олии тоҷикистон аз санаи 15 августи соли 2019 дар бораи эътироф шудани паймони миллии тоҷикистон ба унвони як созмони террористӣ воқеан ҳайратангез аст ва комилан равшан аст ки ҳукумати тоҷикистон тобу тавони истодагӣ дар баробари ҳеҷ интиқоди сиёсӣ ва ҳуқуқиро надорад. гуфта шудааст ки суди олӣ бо ин қарораш собит кард ки террористӣ эълон кардани ҳизби наҳзати исломии тоҷикистон ва экстремистӣ донистани гурӯҳи 24 ва ҳамчунин маҳкумияти муҳаммадалӣ ҳаид ва дигар раҳбарони ҳизби наҳзати исломии тоҷикистон, маҳкумияти асосгузори ҳизби тоҷикистони нав Заид Саидов ва адвокат бузург Меҳриёров ҳама бо ангезаҳои сиёсӣ ва беасос буданд. дар баёния таъкид шудааст ки паймони миллии тоҷикистон қарори суди олӣ дар хусуси паймони миллии тоҷикистонро ғайриконститутсионӣ мешуморад. паймони миллии тоҷикистон муътақид аст ки мақомоти тоҷикистон ошкоро ба ҳамаи ҷаҳониён собит карданд ки мавзӯи мубориза бар зидди терроризм барои онҳо як василаи тиҷорати сиёсӣ бо шарикони стратегӣ ва ҷомеаи ҷаҳонӣ гардидааст. маблағҳое ки барои мубориза бо терроризм ба тоҷикистон ҷудо мешаванд, барои саркӯби дигарандешон ва рақибони сиёсӣ истифода мешавад. дар охир паймони миллии тоҷикистон таъкид кардааст ки ҷонибдори устувори муборизаи мусолиматомез, даст ба даст шудани қудрат, гуногунандешӣ, озодии матбуот, интихоботи озоду шаффоф ва бунёди давлати воқеан демократӣ, дунёвӣ ва ҳуқуқбунёд дар тоҷикистон аст. дар вилояти Фарғона мардеро боздошт карданд ки мехост нусхаи қадимии китоби Қуръонро бар ивази $150,000 ба шаҳрванди Қирғизистон фурӯшад. зодаи 49-солаи Бухоро Фаррух Шарапов бо мусоидат ва миёнаравии як шиносаш аз Канада бояд китобро ба шаҳрванди Қирғизистон мефурӯхт. тарафҳо созиш карда буданд ки Шарапов пас аз дарёфти $150,000 китобро аз роҳи пинҳонӣ ба Қирғизистон интиқол медиҳад. аммо аз ҷониби маъмурони хадамоти амнияти давлатии Узбекистон боздошт мешавад. бар асоси хулосаи ташхиси вазорати фарҳанги Узбекистон, матни Қуръон дар асри 16 навишта шуда, хаттот Мулло Юсуф Саҳҳоф онро ба шакли китоб даровардааст. дар робита ба ин қазия парванда боз шуда тафтишот идома дорад. طبق قانون‌های ازبکستان انتقال نسخه مذکور کتاب قرآن با نظرداشتی ارزشی تاریخی علمی بودنش، بردنش به خارج و فروشش منع است. این کتاب اکنون به آثارخانه دولتی ازبکستان سپاریده می شود. ترامپ پرزیدنت ایالات متحده آمریکا اعلام داشت که بنابر سبب ادامه عملیات نظامی ترکیه در سوریه ضد ترکیه تحریم‌ها جاری می شوند. طور خبرگزاری فتانکا اطلاع داده است ترامپ در اظهارات شام 14 اکتبر نشر شده اعلام کرده است
که آمریکایی‌ها گفت و شنید را درباره سازشنامه تجارتی با ترکیه باز داشته، باج واردات پولاد از ترکیه تا 50% می‌افزاید. ترامپ تهدید کرده است که در رابطه با عملیات نظامی در ترکیه نسبت به منصبداران تحریم‌های شخصی جاری می‌شوند. دونالد ترامپ ضمن اظهارات با تهدید گفته است ایالات متحده آمریکا قاطعانه از تحریم‌های اقتصادی استفاده خواهد کرد تا که شخصان پشتیبان از رویدادهای ناخوش در سوریه مجازات شوند، از جمله از لحاظ مالیوی. اگر رهبران ترکیه به پیمودن این راه تخریبکار ادامه دهند، من به محو اقتصادی ترکیه آماده‌ام. ضمناً ترامپ صحیح‌تر معلومات می‌دهد که آینده تحریم‌ها می‌توانند به ساحه مالیه و دادن روادید نیز روانه شوند. ترکیه روز 9 اکتبر آغاز عملیات سرچشمه صلح را اعلام کرد. هدف اصلی عملیات برقراری منطقه امنی 30 کیلومتری در مرز ترکیه با سوریه عنوان می‌شود. در کانادا روز 21 اکتبر انتخابات فدرالی برگزار می‌شود. گروه‌های مسلمان کانادا از جمله سازمان کانادین مسلم وات با برگزاری معرکه‌ها و همایش‌ها تلاش دارند تا آگاهی رای دهندگان مسلمان را افزایش دهند و آنها را تشویق کنند در انتخابات حضوری گسترده داشته باشند. دفتر اصلی سازمان کانادین مسلم وات در تورنتو است. 130 بسته آموزشی را برای داوطلبان در مساجد سراسر کانادا فرستاده تا به آنها برای آموزش برای دهندگان مسلمان و اهمیت مشارکت در انتخابات کمک کند. علی مالک مدیر اجرایی این سازمان میگوید عمیقاً معتقدیم که اگر مسلمانان در دموکراسی مشارکت کنند، کانادا را قوی‌تر خواهیم ساخت و این بخش بزرگی از فلسفه فعالیت‌های ما است. گفتنی است میزان مشارکت مسلمانان در انتخابات فدرالی قبلی کانادا کمتر از میانگین مشارکت عمومی بوده است. اینجا برنامه امروزی ما به نهایت خود رسید. مطلب و تحلیل‌های دیگری ما را در پایگاه پیام نقطه نت پیگیری کنید. هر خبر و رویداد را شاهد شدید لطفاً به رقم 49 15 16 46 15 947 توسط پیام رسان‌های واتساپ، وایبر، ایمو یا تلگرام فرستید. لطفاً مشترک شدن به کانال یوتیوبی ما، پخش توگمه معقول شد، پخش توگمه زنگوله فراموش نشود. این به شما امکان می‌دهد که برابر نشر نوارهای ما در یوتیوب شما در حال باخبر شوید. الله مهربان حفظتان کند. خیر تا روز دیگر.